دادگاه نویه عقوب‌الوق ولایت اورنبورگ در جنوب روسیه یک راننده 40 ساله ماشین بارکش از تاجیکستان را بر اساس قسم 3 ماده 3 و قسم 4 ماده 219 کودکس جنایی روسیه در کوشش دادن پاره به مبلغ بزرگ 192,000 روبل یا تقریبا $2,000 به کارمند باجخانه یا گمرک گناهکار شناخته به مبلغ 2 میلیون روبل یا تقریبا $22,000 یعنی 11 مرتبه بیشتر از حجم پاره دادهش جریمه بست. خود این راننده برای شهر مستقیم دسترس نیست، ولی بنا به حکم دادگاه راننده تاجیک در گذرگاه سغرچین در مرز روسیه و قزاقستان وقتی فهمید که برای گذراندن مالهایش اعلامیه درکاری را پر نکرده است و مالهایش را می توانند مصادره کنند، به کارمندان باجخانه سمر در عوض چشم پوشیدن از این حالت پاره پیشنهاد کرده است. تفصیلات دیگر قضیه نشر نشده است. ماه مارس سال 2024 باجخانه سمر خبر داده بود که یک ساکن تاجیکستان هنگام به کارمند باجخانه دادن پاره به مبلغ 192,000 روبل به دست افتاده است. گفته میشد که او با ماشین بارکش از تاجیکستان به طرف مسکو لباس ورزشی از جمله کمینو و دیگر لباس گوشتینگیری می‌برد. ماشین راننده تاجیک را در گذرگاه گمرکی سغرچین برای تفتیش منع کردند. شهروند تاجیکستان آن وقت تلاش کرده است که مسئله را با پول یعنی با دادن پاره حل کند، ولی او را هنگام کوشش دادن پول به کارمندان باجخانه دستگیر کردند. آن وقت مالهای او را به انبار برده به ضد خودش با اتهام کوشش به کارمندان دولتی دادن پاره به مبلغ بزرگ پرونده گشودند. درباره سرنوشت آن هم لباسهای ورزشی که او با ماشینش از تاجیکستان آورده بود یگان خبری در دست نیست.